نظریه اولین درباره ساخت اتم را کدام عالم پیشنهاد کرده است؟ نظریه اولین درباره ساخت اتم را سال 1903 تامسون پیشنهاد کرده است. موافق این نظریه اتم از سفره ذره‌ای مثبت دار عبارت بوده الکترون ها ذره مثبت دار را نیترال می کنند. نظریه تامسون چی نام داشت؟ نظریه تامسون درباره ساخت اتم نظریه استاتیکی یا الکترونی و ایونی نام داشت. الکترون را اولین مرتبه سال 1897 تامسون کشف کرده است. نظریه دومین درباره ساخت اتم را کی اساسناک نموده است؟ سال 1911 خیمیک انگلیس ارنست رذرفورد نظریه دینامیکی یا یدرویی ساخت اتم را پیشنهاد نمود. موافق این نظریه در مرکز اتم یدروی مثبت ذریت موجود است. اندازه اتم تقریباً 10 درجهش مینوس 10 متر می باشد. ذره هایی که ذره‌شان پلس 1 و مسه‌شان با یک واحد ماسه اتمی یعنی یک اتم هیدروژن برابر است پروتون نامیده می شود. فضای اطراف یدرو که در آن احتمالیت موجود بودن الکترونی از همه زیاد است اوربیتال نامیده می شود. عدد کلانترین الکترون ها را در قبض الکترونی از روی کدام فرموله حساب می کنند؟ عدد کلانترین الکترون ها را در قبض الکترونی از روی فرموله n برابر 2n کوادرات حساب می کنند. در اینجا n عدد الکترون ها، n رقم قبض. مثال عدد کلانترین الکترون ها را در قبض چهارم بیابیم اگر از روی فرموله n برابر 2n کوادرات چنین حساب کرده می شود. n برابر 2n کوادرات برابر 2 ضرب 4 در کوادرات برابر 2 ضرب 16 برابر 32. در قبض چهارم همگی 32 الکترون جایگیر شده می تواند. قبض‌های الکترونی الیمنت را از روی چی معین می کنند؟ مقدار قبض‌های الکترونی هر یک الیمنت را از روی دور در سیستم دوری معین می کنند. مثال کلسیم 4 قبض الکترونی دارد چون که وی در دور چهارم جایگیر است. نیترون ها ذره هایی می باشند که ماسه شان با یک واحد ماسه اتمی برابر بوده ولی ذریت ندارند. آنها ذره های نیترالی اند. یگانه الیمنتی که در ترکیبش نیترون ندارد این هیدروژن است. نوع‌های گوناگون اتمی همان یک الیمنت خیمیایی که ذره یخیله ید را داشته ماسه شان گوناگون است ایزوتوپ نامیده می شود. با ایزوتوپ مثال آریم اگر اکسیژن 16 و 8 اکسیژن 17 و 8 و اکسیژن 18 و 8 مثال شده می تواند. اتم هایی که عددی مساوی یخیله داشته بزرگی ذره ید را در آنها گوناگون است ایزوبرها نامیده می شود. ایزوتوپ های
гидроген протони 1,1, дейтери 2,1, трити 3,1 мебошад. қобилияти атом дар молекула ки электронҳоро ба худ ҷазб мекунад электроманфигӣ меноманд.